الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در این روزها از برادران و خواهران سؤال ها می آید. وقتی که نظر می کنیم اکثری سؤال در یک موضوع است که این موضوع حکمی عاذر المشرک، یعنی حکمی کسی که مشرک را مشرک نمی گوید، حکمی کسی که می بیند که یک کسی دیگر شرک را انجام داده ایستاده است اما اون را مشرک و کافر نمی گوید. در حقیقت در این مسئله سؤال ها زیاد است و در گرد و اطراف این مسئله بعضی از مشکلی ها به وجود آمده است به سبب بعضی از طالب علمانی که کامل نیستند یا که طالب علمانی که مائل به ارجاع شده اند. چخیلی که بیان کردیم این مسئله العاذر المشرک هست، یعنی حکمی کسی که مشرکین را، مشرک ها را بمانندی رافضه های قبر پرست، بمانندی اون قبر پرستانی که از صوفی هستند، بمانندی کسانی که حکم برار هستند، همه از مشرک است. باید بدانیم که اولا هر کسی که در عبادت شرک را انجام می دهد، هر کسی که شرک را در طاعت انجام می دهد و هر کسی که شرک را در قانون سازی انجام می دهد و هر کسی که شرک را در حکم کردن انجام می دهد، همه اش برابر مشرک است. مشرکی که در عبادت شرک را انجام داده است مشرک شده است و مشرکی که در دعا مشرک شده است و مشرکی که در حکم کردن به حکم غیر الله حکم کرده است و مشرک شده است و مشرکی که در طاعت اطاعت طاغوت کرده است و مشرک شده است، بین این شرک ها هیچ فرقی وجود ندارد و این عقیده اهل سنت و الجماعت است. چخیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه ذکر میکنند و چخیلی که این سخن را از علمای گذشته شیخ ابن باز و چخیلی که شیخ محمد امین شنقیطی و چخیلی که محمد ابن ابراهیم کاملا واضحا ذکر کردند که امروز در یوتیوب وجود دارد. پس مستعینا بالله شروع میکنیم در مسئله این که هر کسی که کافر را، مشرک را، قبوری را مشرک و کافر نگوید حکمش چیست؟ پس ببینید، هر کسی که مشرک ها را، یعنی قبر پرستا، از کسی که خودش را مسلمان بگوید و قبر پرست باشد مشرک باشد، یا که قانون ساز باشد، یعنی در پارلمان نشیند قانون سازد، یا که حکم به غیر حکم الله بکند، از رافضه ها باشد، یا که هر کسی که همچنین انسان را کافر نگوید در سه حالت است. حالت اول، هر کسی که کاملا مشرک هایی که خود را به اسلام نسبت می دهد کاملا بگوید که اینها هیچ وقت مشرک یا کافر نیست، اینها مسلمان می شود، اینها ما یگان حالت کافر گفته نمی توانیم، و بگوید که مطلقا همه اینها را ما مسلمان می گوییم. هر کسی که لا اله الا الله گفت اون مسلمان است، گرچنده که شرک کرد، گرچنده که کفر اکبر یا که شرک اکبر را آشکار انجام داد، یا که گفت که در یک انسان اسلام و شرک اکبر، البته ما در موضوع شرک اکبر صحبت کردیم، اسلام و شرک اکبر در یک انسان جمع شدنش ممکن است، یا که کسی چیزی از شکننده های اسلام ظاهری آشکاری که کفر اکبر است رد کرد، به مانند دعا کردن مردش، ذبح کردن به قبرستان، اینها را گفت که این شرک نیست،
بدانید و بعد از این ندانستم نگویید که این خطرناک است که هر کسی که این چنین عملها را کرد کافر است، مطلقاً کافر است. چرا که همون انسان حقیقت اسلام را حالا به جان آورده است. یعنی هر کسی که همچنین مشرکان را کافر نگوید، بگوید که فقط لا اله الا الله گوید، تمام است، تمام شرک و کفر و ارتداد را بجا، رده را بجا بیارید، هیچ مشکلی ندارد، دانید که همچنین انسان کافر است، حقیقت اسلام را حالا به جان آورده است و حالا کفر بر طاغوت را به جان آورده است. و همین چنین انسان ها به جهلش عذر نمی شود. همچنین انسان ها که ما ذکر کردیم جهلش عذر نمی شود. به مانند کسی که مثال بیاریم، اگر به مانند کسی که یک نفر از کافر مسلمان شود، یک کافر مسلمان می شود، اما به شرط این که مثلا قوم خودش کافرها را تکفیر نمی کند. یک نفر، یک کافر خریستیان میگیم یا یهود مسلمان می شود، اما قوم خودش کافرهایی که هستند اونها را تکفیر نمی کند و بین مسلمان ها و کافرها فرق نمیگذارد. در این حالت ما نمیگیم که این انسان مسلمان شد، حالا مسلمان نشده است به سبب اینکه مشرک ها را تکفیر نکرده است، چرا که این کفر بر طاغوت را ترک کرده است و اسلامش صحیح نیست. بارک الله فیکم. و به این سخنمان دلیل های زیاد وجود دارد برادران و بزرگواران، دلیل های زیاد وجود دارد و بیایید به شما بعضی از سخنهای اهل علم را در همین اصلی که ما حالا ذکر کردیم بیان نماییم. امام الملطی وفات کننده 377 هجری در حکم کسی که شک میکند، شک در کفر کافر میکند، یک کسی که در کافر بودن مشرک شک میکند، میگویند تمام اهل قبله اختلاف در بینشان وجود ندارد و جمیع اهل القبله لا اختلاف فی بینهم و جمیع، یعنی تمام اهل قبله در بینشان اختلاف وجود ندارد که ان من شک فی کافر فهو کافر، هر کسی که در کافر بودن کافر انیق شک بکند کافر است. لأن الشاک فی الكفر لا ایمان له، چرا که یا زیرا هر شک کننده بر کفر ایمان ندارد. هر یک کسی که بر کفر شک میکند، بر کافر بودن کافر شک میکند، ایمان ندارد. چرا؟ لأنه لا يعرف كفرا من ایمان، زیرا که این انسان حالا کفر و ایمان را فرق کرده نمیتواند. فليس بين الأمة كل المعتذرة فمن دونهم خلاف أن الشاك في الكافر كافر. در بین امت اسلام حتی معتزله ها که از اهل سنت فرسخ دور است و یک فرقه مبتدعه است، در بین اینها هم هیچ فرقی وجود ندارد که میگه شک کردن در کافر این خودش کافر است. البته میتونید نظر بکنید در کتاب التنبیه و الرد علی اهل الاهواء والبدع صفحه 54. و این چنین محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب نواقض الاسلام شکننده سوم میگند من لم یکفر المشرکین، هر کسی که مشرکین را تکفیر نمی کند، یعنی مشرک آشکار و واضح و انیقی که با قرآن و سنت حکمش واضح است، نه چیزی که شبهه دارد و ناانیق است. موضوع ما در مسئله یک مشرک انیق که شما دیدید که در گرد و اطراف مثلا قبر یک نفر طواف میکند، شرک میکند، انجام میدهد، هر کسی که همین انسان را تکفیر نکند خودش مشرک است. من لم یکفر المشرکین، هر کسی که همین چنین مشرک را تکفیر نکند، او شک فی کفرهم، یا که شک در کافر بودن این چنین کافرها بکند، یا که او صحح مذهبهم، یا مذهب همچنین مشرک ها را صحیح داند، کفر اجماعا، به اجماع علما کافر می شود. و این چنین در کتاب الرسائل مجله 4 صفحه 33 میگویند
ومعنى الكفر بالطاغوت أن تتبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أباك أو أخاك. معنای کفر بر طاغوت این است که تتبرأ بیزاری جویی، براءت بکنی. معنای براءت چیست؟ ترک بکنی، تکفیر بکنی، دشمنی بکنی، عداوت داشته باشی، بغض داشته باشی از همه اون کسانی که اعتقاد غیر الله را دارند، به غیر الله یگان نمود عبادت را انجام میدهند و مشرکند. و شهادت بدهی که و شهادت بر همونها بر کفرشان بدهی و گمراهیشان بدهی و بدشان ببینی، گرچنده که پدرت و برادرت باشد. چخیلی که این چیز از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شد. شیخ سومی که امروز سخنشان را میگویم شیخ عبدالله ابا باطین هست. چخیلی که یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت هستند. میگویند فمن قال، هر کسی که بگوید ان من اتى بالشهادتين وصلى لا يجوز تكفيره وان عبد غير الله فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر لأن قائل هذا القول مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين. هر کسی که بگوید که اگر انسان شهادتین را بگوید و نماز خواند، یعنی هر کسی که بگوید که یک انسان لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید، نماز بخواند، بعد از این هیچ وقت و تکفیر کردن و کافر گفتن جایز نیست، گرچنده که غیر الله را عبادت بکند، گرچنده که شرک را انجام بدهد، هر کسی که همین عقیده را داشته باشه خودش کافر است. هر کسی که در کافر بودن همین انسان هم شک کند خودش هم کافر است. فمن شک فی کفره فهو کافر. چرا که هر کسی که این سخن را میگوید این دروغ شمارنده الله و رسول و اجماع مسلمین است. یعنی ببینید یک انسان مسلمان است، خودش نماز میخواند، شرک را انجام نمیدهد، موحد است، اما یک انسان دیگر را میبیند که لا اله الا الله گفته ایستاده است، نماز میخواند اما با شرک را انجام میدهد، به مانند بسیاری از اهل قبور و غیره. بگوید که ما این انسانی که نماز میخواند و شهادتن میگوید شرک را انجام دهد هم تکفیر نمیکنیم، کافر نمیگیم. چرا که این لا اله الا الله گفت، نماز خونده است. این شرک هیچ مشکلی ندارد، اگر بگوید خودش کافر است. شک کسی که در کافر بودن این کند هم کافر است. این سخنی به نهایت وزنین است و این مسئله شوخی نیست. و این سخن شیخ عبدالله ابا باطین است که در کتاب الدرر السنیه فی الادویه النجدیه مجله دهم صفحه 250 ذکر است و در کتاب مجموعه الرسائل مجله اول صفحه 660 ذکر شده است. شیخ عبدالله و برادرش حسین، دو فرزند امام محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهاب 4 فرزند داشتند، یکیشون علی، حسن، حسین، عبدالله. در اینجا عبدالله و حسین میگویند فمن قال لا اعادي المشركين او عاداهم ولم يكفرهم او قال لا اتعرض اهل لا اله الا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله وارتدوا سبحان الله. ببینید هر کسی که بگوید که من دشمنی با مشرکین ندارم، من دشمنی با مشرکین نمیکنم، یا که بگوید که من با مشرکین دشمنی میکنم اما اونها را تکفیر نمیکنم، اونها را کافر نمیشمارم، یا که بگوید که من به هر کسی که لا اله الا الله گفته است کار ندارم، هر کسی که لا اله الا الله گفته است من به اون کار ندارم، چیزی میکند بکند، گرچنده که کفر و شرک را انجام دهد هم کار ندارم. بدون گرچنده که لا اله الا الله بگوید و با دین دشمنی بکند یا که مرتد شود هم کار ندارم، یا که بگوید که لا اتعرض للقباب، یعنی من به این شرک خانه ها، جاهایی که قبه ها میگذارند و جاهای شرک خانه هست و مکان شرک است، به اینها هم کار ندارم. اگر همچنین انسان این سخن ها را بگوید لا یکون مسلما، این انسان مسلمان نمی شود، این مسلمان نیست. چرا که الله سبحانه و تعالی واجب کرده است دشمنی مشرکین را و
تکفیر کردن اونها را. خیلی که ببینید میگه والله سبحانه و تعالی اوجب معادات المشرکین و منابذتهم و تکفیرهم. الله سبحانه و تعالی به من و شما ای مسلمان ها واجب کرده از دشمنی کردن با مشرکین را و مبارزه بردن با اونها را و تکفیر کردن اونها را. و این سخن در کتاب الرسائل مجله اول صفحه 38 الدرر السنیه فی الاجوبه النجدیه مجله دهم 140 ذکر شده است. بیاید نظر میکنیم شیخ عبدالرحمن ابن حسن چی میگن؟ لو عرف العبد معنى لا اله الا الله لعرف ان من شك او تردد في كفر من اشرك مع الله غير انه لم يكفر بالطاغوت. عبدالرحمن ابن حسن میگن که هر کسی که اگر میگن یک بنده معنای لا اله الا الله را بفهمد میداند که هر کسی که شک میکند یا تردد و شبهه در کفر کسی که شرک را با همراهی الله انجام میدهد در حق همون شک میکند میداند که کفر بر طاغوت را ناورده است. یعنی معنای سخن عبدالرحمن ابن حسن این است که هر کسی که معنای لا اله الا الله را خوب میداند مشرک را مشرک میگوید و هر کسی که مشرک را مشرک نمیگوید این حالا معنای کفر بر طاغوت را نفهمیده است، معنای لا اله الا الله را نفهمیده است. و این سخن در کتاب الدرر السنیه فی الاجوبه النجدیه مجله 11 صفحه 523 ذکر شده است. شیخ سلیمان ابن عبدالله ذکر میکنند و این کان يقول اقول غيرهم كفار ولا اقول هم كفار فهذا حكم منه بإسلامهم إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام فإن لم يكونوا كفارا فهم مسلمون وحينئذ يسمى الكفر إسلاما ويسمى الكفار مسلمين فهو كافر. سبحان الله. اگر یک کسی بگوید که یعنی غیری همین مشرکین را کافر بگوید و مشرکین را کافر نگوید، در این حالت این انسان مشرک ها را مسلمان و غیر مشرک ها یعنی مسلمان های حقیقی را کافر گفته است و به همین سبب کافر شده است. در کتاب الدرر السنیه فی الاجوبه النجدیه مجله 8 صفحه 160 ببینید همه این سخن های علمایی که صدها سال پیش آمده اند و امروز هم همین عقیده را علما دارند. شما می توانید این عقیده را در کتاب های شیخ محمد امین الشنقیطی، شیخ محمد ابن ابراهیم و شیخ ابن تیمیه رحمه الله، ابن القیم الجوزی و این عقیده اهل سنت در جماعت است. و در کتاب اللالکایی شرح اعتقاد اصول اهل سنت و الجماعه دریافت بکنید و این اولین کس بود. بارک الله فیکم. ما گفتیم هر کسی که یعنی در این مسئله گفتیم سه تا حالت وجود دارد. یعنی هر کسی که مشرک ها را تکفیر نکند، قبر پرست ها را تکفیر نکند، قانون پرست ها را، دستور برارها را، رافضه ها را، قبر پرست ها را، مشرکین را تکفیر نکند. سه حالت است. حالت اول را بیان کردیم که این کافر است. یعنی مطلقاً کسی که مشرک را مشرک نمیگوید گفتیم کافر است. حالت دوم من لم یخالف فی اصل التکفیر، هر کسی که در اصل تکفیر کردن به منوش با اهل سنت و الجماعت مخالفت نمی کند. یعنی هر کسی که میگوید که مشرکان را باید تکفیر کرده شود، خیلی که اهل سنت و الجماعت میگن، اما این چنین میگم عملی کفری را عملی کفری میگن و اقرار میکند که اسلام صحیح نمی شود مگرم با تکفیر کردن و تکفیر کردن این از کفر بالطاغوت است. از کفر بالطاغوت است، همون کفر بالطاغوت که هر کسی که این رو ترک میکنه خودش کافر میشد. اما میگوید که من اهل لا اله الا الله را که قبر پرست باشند هم مشرک باشند هم کافر نمی شمارم به خاطر جهل آنها، زیرا که به آنها حجت نرسیده است میگد و به مشرکین حکم اسلام را میدهد به سبب جهل. یعنی میگوید که من
تکفیر را قبول میکنم. من میدونم که تکفیر کردن این کفر به طاغوت است. هر کسی که تکفیر نکند کفر به طاغوتش صحیح نیست. من خوب میدونم، اما هر کسی که لا اله الا الله گفت، گرچنده که مشرک باشد، گرچنده که رافضه باشد، گرچنده که قبر پرست باشد، گرچنده که قانون برار باشد، به مجرد این که اینها خودش را به اسلام نسبت میدهد، من اینها را تکفیر کرده نمیتوانم. چرا که اینها عذر دارد و عذر اینها جهل است و خودش با میداند که اینها به شرک واقع شده است. یعنی این انسانی که همین سخن را میگوید که بله من میدانم که اینها به شرک واقع شد. من میدانم که همین کسی که لا اله الا الله گفت، به مانند عامه رافضه، مردم عادی رافضه، همه اش مشرک است. در گرد قبرها طواف میکند و غیره و غیره، وسیله شرک ها. یا که صوفی های قبوری، قبر پرستا، یا که حاکمانی که به غیر حکم الله حکم میکند، یا که قانونسازها، خودش میداند که اینها مشرک است. میگه که من میدانم که اینها به شرک واقع شد، اینا شرک را انجام میداد، اما لا اله الا الله میگه، اما خودش را مسلمان میگه. به همین سبب من اینها را کافر گفته نمیتوانم. علما چی میگند؟ میگن که فهذا لا شك في وقوعه في نواقض من نواقض الإسلام ويلزم من قوله عدم الكفر بالطاغوت في الحقيقة وتكذيب الله والحكم بإسلام الكفار الذين كفرهم الله وتلاعب بدينه وكتابه وهو على خطر عظيم، غير أن لا نكفره إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة عنه وذلك لوجود الشبهة في حقه. این انسان به یگان شک به شکننده از شکننده های اسلام، به نواقض از نواقض های اسلام واقع شد به همین سخنش، و از این سخنش برمی آید، معنای سخنش عاقبتش به ما لازم میشمارد، به دیگرها لازم میشمارد که، به خودش البته لازم میشمارد که کفر بر طاغوت کردن لازم نیست. یعنی در حقیقت کفر بر طاغوت کردن گویا که از سخن این برمی آید که لازم نیست، و با همین سخنش این انسان الله را، رسولش را دروغ شمارده است و کفار و مشرکینی که الله اونها را کفار و مشرکین گفته است، اونها را حکم به اسلام داده است و به دین الله و به کتابش یک بازی کرده است. یعنی من لا اله الا الله گوید، مشرک شود هم تکفیر نمی کنم به سبب این که اینها جهل دارد، جهل عذر است، این چنین سخن گفته است. میگن به همین کارش چی است؟ به شکننده اسلام واقع شد، به کفر واقع شد. این عملش کفر است، شکننده اسلام است و این انسان در خطر عظیم است. اما دقت بکنید که ما این انسان را تکفیر نمی کنیم. این انسانی که میگوید که من به سبب جهل به مشرکین که لا اله الا الله گفته اند عذر میدهم و اونها را تکفیر نمیکنم، ما میگیم که این انسان را تکفیر کرده نمیشود مگرم بعد از اقامت کردن حجت و ابلاغ حجت و ازالت کردن شبهات و نابود کردن شبهات از وی. چرا که در این مسئله میگن در همین حالت در این انسان شبهه وجود دارد، در حق انسان شبهه وجود دارد. پس هر کسی که بگوید که من لا اله الا الله گفته را عذر به جهل میدم، به سبب عذر به جهل، یعنی مشرک باشد هم مردم عامی بیخبر است و جهل عذر داره تکفیر نمیکنم، بگید ما میگیم که این انسان به شکننده از شکننده اسلام واقع شد، کفر را انجام داده ایستاده است. اما ما این انسان را میگیم که گرچنده که عملش کفر است خودش را تکفیر نمیکنیم و میگوییم که همون وقت این انسان تکفیر کرده میشود، کافر گفته میشود که اول به این انسان حجت و دلیل رسانیده شود، اقامت کرده شود، اقامت الحجه یا که ابلاغ الحجه شود و شبهه که این انسان در مسئله عذر بالجهل دارد از وی نابود کرده شود و بعد از این که این رو حجت رو رسانیده شد، بعد از این البته اگر نفهمد تکفیر کرده میشود. و در این مسئله هم بیاید بعضی از سخنهای علما را در تقریر انمین اصل ذکر میکنیم. یعنی کفر بودنی هر کسی که شک میکند در تکفیر رافضه ها و قبر پرستا از جهمیه، از آدمای عامی به سبب جهل باشد.
بعضی از علماهای نجد ائمة الدعوه میگن در کتاب الدر الرسنیه فی اجوبه النجدیه فی الاجوبه النجدیه مجله دهم صفحه 429 میگویند فمن لم يكفر المشركين من دولة تركيا وعباد القبور كأهل مكة وغيرهم ممن عبد الصالحين وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدل سنة رسول صلى الله عليه وسلم بالبدع فهو كافر مثلهم. هر کسی که مشرک هایی که از دولت ترکیه هست و قبر پرست هایی که به مانند اهل مکه است و غیر اینها، هر کسی که قبر پرست و قبر اولیاء و صالحین پرست است و از توحید الله به شرک تبدیل یافته است و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به بدعت تغییر داده است، هر کسی که همونها را کافر نگوید خودش مثل همونها کافر است. و این کان یکره دینهم و یبغضهم و یحب الاسلام و المسلمین، اگرچه این مشرکان نامبر شده را بد بیند هم، دین اینها را بد بیند هم، اسلام را دوست دارد هم، مسلمان ها را دوست دارد هم، فإن الذي لا يكفر المشركين، زمانی که مشرکان را تکفیر نکرد این قرآن را گویا که دروغ شمارید. فإنه قد كفر المشركين و امر بتکفیرهم، زیرا که قرآن به من و شما امر کرده است که ما مشرکان را کافر بشماریم و قرآن ما را امر کرده است که تکفیرشان بکنیم و قرآن اونها را کافر و مشرکین نامیده است. و البته من رقم مجلد رو و صفحه رو خطا گفتم، این در کتاب دور رسنیه فی الاجوبه النجدیه مجله نهم صفحه 291 ذکر شده است. و دیگر از علما میگن من لم یعرف کفر الدول الترکیه فما عرف لا اله الا الله، هر کسی که کفر دولت ترکیه را نداند پس این معنای لا اله الا الله را ندانسته است. در کتاب دور رسنیه فی الاجوبه النجدیه مجله دهم صفحه 429 شما سوال میکنید که کدام دولت ترکیه؟ حاضر دولت ترکیه که رجب طیب اردوغان حکم میکند یا که دیگه دولت ترکیه؟ حاضر دولت ترکیه به اجماع علمای اهل سنت و جماعت این کفر است و تمام حکامش کافر است و کسی که همین را دستگیری میکند هم کافر است. اما حالا سخن در اینجا در مسئله دولت ترکیه که دولت عثمانی بود در همونجا میرود، یعنی دولت آتاتورک که پیش از کمتری آتاتورک آمد و بعد از این آتاتورک آمد در همین سخن رفته است. البته آتاتورک این اولین کسی که دولت عثمانی را نابود کرد، اما دانید که این دولت غوطه‌ور به شرک شده بود. بارک الله فیکم که موضوع این دیگر جا است. و در همین موضوع شیخ محمد ابن عبدالله میگند فاذا كان الصحابه قتلوا المراه التي هي من بنات الصحابه وذلك لما امتنعت من تكفير زوجها فكيف بمن لم يكفر البدو مع اقراره بحالهم فكيف بمن زعم انهم من اهل الاسلام ومن كفرهم هو كافر. مختصر السیره در کتاب مختصر السیره صفحه 34 سخت به این سخن دقت بدید. شیخ محمد ابن عبدالله میگند پس زمانی که صحابه رضی الله عنهم اجمعین یک زنی را که شوهر خود را تکفیر نکرده است کشتند، ببینید صحابه ها یک زن را کشتند، به قتل رسانیدند به سبب این که این زن شوهر خودش را تکفیر نکرد، کافر نشمارید. پس زمانی که یک زن را صحابه ها به خاطر شوهرش را تکفیر نکردند به قتل رسانیدند، میگه چگونه است حکم کسی که این بادیه‌نشین مشرکین را تکفیر نمی کند و مشرکین را گمان می کند که اهل اسلام است؟ پس هر کسی که مشرکین را کافر نشمارد این کافر است. و ابن تیمیه رحمه الله در حق رافضه میگویند من سب الصحابه او واحدا منهم واقترن بسبه ان عليا اله او نبي او ان جبريلا غلط فلا شك في كفره هذا بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. در کتاب الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول مجله سوم صفحه 1108 شیخ ابن تیمیه رحمه الله میگویند هر یک رافضه یا هر یک کسی که صحابه ها را دشنام میدهد یا که یک نفر از اونها را دشنام میدهد و به همین دشنامی کرده اش باز همراه میکند چرا؟ میگوید که علی اله است، یا که میگوید که جبرائیل خطا کرد، یا که یگان چیزی دیگر به مانند مادرمون عایشه رضی الله عنها را تهمت میکند، میگن که هیچ شک نیست
در کفر این انسان، بل هیچ شک نیست در کافر بودن کسی که همین انسان را کافر نگوید. یعنی این چنین رافضه را هیچ شک نیست که باید کافر گفته شود و هر کسی که همچنین رافضه را کافر نگوید هیچ شک نیست که خودش کافر شده است. سبحان الله، تکفیر نکرد، کافر شد. و این چنین شیخ الاسلام ابن تیمیه میگویند كفر هؤلاء الدروز والنصيرية لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم. یعنی در کافر بودن یا در کفر اونها میگن دروز و نصیریه هیچ یک نفری از مسلمان ها اختلاف نمی کنند، بل هر کسی که در حق اونها کافر بودن اونها شک میکنه خودش هم کافر است مثل اونها. در کتاب مجموعه الفتاوا صفحه 35 مجله 35 صفحه 161. البته در روز و نصیریه خودشون رو به اسلام نسبت میدن. و ببینید که ابن المقری سخن میکنن در حق کسی که غلات صوفی رو تکفیر نمیکند. میگن من شک فی کفر الیهود و النصارى و طائفه ابن عربی کفر. هر کسی که شک کند در کافر بودن یهود و نصارا و طائفه ابن عربی، صوفی های غلات، اتحادی و الحادی، اتحاد و وحدت الوجود که ما در حلقه های 48 حلقه‌ای بیان صوفی ذکر کردیم، میگن که هر کسی که در کافر بودن اونها شک میکنه خودش کافر است. یعنی غلات صوفی که قبر پرست و اتحاد است، که این نقل را بقاعی در تکفیر ابن عربی ذکر میکند. در تکفیر ابن عربی صفحه 44 ذکر میکنه. ابو حاتم و ابو زرعه میگن که من زعم ان القرآن مخلوق فهو كافر بالله كفر ينقل عن مله ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. هر کسی که ادعا بکند که قرآن مخلوق است پس همین انسان کافر به الله است، کفرش این انسان را از ملت اسلام بیرون میکند. و هر کسی که شک بکند در کافر بودن همین انسانی که قرآن را مخلوق گفت، بعد از فهمیدن حقیقت این مسئله کافرش نگوید، خودش کافر است. که لالکایی در شرح اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه در صفحه 341 ذکر میکند. بارک الله فیکم. پس معنای این سخن این است که هر کسی که به سبب این بگوید که هر کسی که لا اله الا الله بگوید و شرک را انجام بدهد جاهل باشد، به سبب جهل ما این انسان را حکم به کفر داده نمیتوانیم. در اینجا سخن برمیآید که این چنین انسان ها یعنی حکمشان چی بوده است؟ این بوده است که به شکننده از شکننده های اسلام واقع شدند اما کافر گفته نمی شود، به اینها حجت رسانیده می شود، ابلاغ الحجه کرده می شود و بعد از این اینها رو تکفیر کرده می شود. و در اینجا علما میگن که فكون من عذرهم وحكم بإسلامهم واقع في ناقض لا خلاف في ذلك. یعنی هر کسی که این چنین مشرکا را به سبب جهل عذر بدهد و حکم به اسلامشان بکند، داند که واقع به شکننده از شکننده اسلام شده است و در این مسئله هیچ خلافی وجود ندارد. لكن تکفیرهم یکون بعد زوال الشبهه عن الشاك المتوقف. اما تکفیر کردن این چنین انسان ها بعد از نابود کردن شبهه ها است، از شک کننده و تکفیر نکننده. وقد قرر ذلك اهل العلم ومن اقوالهم. و این سخن را اهل علم گذاشتند و این سخنی اهل علم است که حالا به شما ذکر می‌کنیم. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله که ما به شما گفتیم فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من اهل الخرج وغيرهم كلهم كفار مرتدين عن الاسلام ومن جادل عنهم او انكر على من كفرهم او زعم ان فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم من الإسلام فأقل أحوال أنه فاسق لا يصلي خلفه بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم. يعني كي هر کسی که یعنی اونها میگن طاغوت ها، آنانی که مردم در حق اونها چی میکنند؟ اعتقاد میکنند که اونها از اهل خرج هستند یا که این طاغوت ها عموما میگن همشون کفار هستند، مرتد هستند، از اسلام بیرون هستند. و اما هر کسی که از نام اونها بیاید مجادله کند یا که این کافر بودن اونها را انکار بکند به سبب جهل، و بداند که تکفیر کردن نتواند و عذر به جهل بدهد، اینها را از اسلام بیرون کرده نمی شود و کمترین حالش فاسق است و از پشت اینها نماز خوانده نمی شود. یعنی معناش این که هر کسی که مشرک را دیده و دانسته مشرک نگوید، به سبب شبهه، به سبب جهل
بگوید که ما اونها رو جاهل نمیگوییم، ما اونها رو جاهل میگوییم، به سبب جهل اونها رو تکفیر نمیکنیم، بگوید پس این به شکننده از شکننده اسلام واقع شده است، حجت رسانیده می شود و بعد از حجت تکفیر کرده می شود اگر قبول نکند. اما دانید که از پشت این چنین انسان ها نماز خوانده نمی شود. و این سخنی شیخ الاسلام در کتاب الدرر مجله 10 صفحه 56. خیلی که در اینجا تأمل بکنید که شیخ محمد بن الوهاب میگویند که یعنی هر کسی که مشرکین را به سبب جهل عذر بدهد و مشرک نخواند، اینها را تکفیر کرده نمی شود. اما این چنین انسان ها به شرک و به کفر واقع شده است. اما به این چنین انسان ها حقیقت اسلام نآوردند. خیلی که فالشيخ لم يجزم بكفر من عذر المشركين مع تقريره للاصل وهو ان من لم يكفر فهو لم يمت بعقيدة الاسلام. شیخ در اصل میگن که هر کسی که مشرکین را تکفیر نکند، شک در تکفیرش بکند، اسلامش حقیقی نیست، حالا حقیقت اسلام را نآورده است. اما اگر به سبب این که شبهه داشته باشد بگوید که به سبب جهل من اونها را تکفیر نمیکنم، به شکننده از شکننده اسلام واقع شده است، اما اول حجت رسانده و بعد از این تکفیر کرده میشد. بارک الله فیکم. و در این مسئله شیخ سلیمان بن عبدالله یکی از علمای کبار اهل سنت و الجماعت و شیخ حمد بن عتیق و شیخ محمد بن عبداللطیف و شیخ ابن السحمان سلیمان بن السحمان و دیگر از مشایخ زیاد صحبت کرده اند که هر کسی که به سبب جهل، یعنی جهل را به مشرکین عذر بدهد و اونها را تکفیر نکند، به شکننده اسلام واقع شده است. ما به اون حجت میرسانیم، ابلاغ الحجه میکنیم و بعد از این اگر قبول کند الحمدلله، قبول نکند تکفیر میکنیم. اما از پشت این چنین انسان ها نماز خوانده نمیشه. این حال دوم بود. حال سوم، من توقف فی تکفیر بعض اعیان المشرکین لوجود الشبهه فی حق و تحقق جهله التأویل وعدم تفریطه فتوقع عن تكفير لذلك وليس هربا من التوحيد وإقرار من الكفر بالطاغوت وتفريطا وتلاعب بالدين، كان يتوقف في تكفير من أجاز التصويت على الدستور لمجرد المصلحة مع كفره به. فهذا المتوقف إذا كانت هذه الحال فإنه ولا يكفر، يخطأ ولا يكفر. ببینید حال سوم، ما حال یکم گفتیم که هر کسی که مطلقاً کافر و مشرک ها رو نگوید این 100% کافر است. هر کسی که به سبب جهل رو عذر بگوید که کافر و مشرک من تکفیر کردن اصلا قبول میکنم، اما این آدم های عادی که شرک رو انجام میدن به سبب جهل اینها مشرک نیستند، کافر نیستند، بگید ما میگیم که این خودش خطا کرد. این عقیده مرجئه هست، این عقیده اهل جهم و تجهم است، این عقیده مدخلی ها است. اما این انسان خودش به شکننده واقع شده است، اما انسان تکفیر کرده نمیشد. به سبب این سخنش میگیم که حجت میرسونیم و بعد از حجت باید توبه کند. اگر قبول نکند حجت، بعد از رسیدن قبول نکند، بعد از ابلاغ حجت، بعد از این انسان هم تکفیر میشد. حالت سوم چی است؟ حالت سوم هر کسی که توقف بکند از تکفیر کردن بعضی از شخص معین، بعضی از نفرهای معین، چکند از تکفیر کردن بعضی از نفرهای معین مشرک به سبب شبهه بودن چکند توقف بکند، یا به سبب جهلش، یا به سبب تعویلش، یا که به سبب نفهمیدن همین آدم، نشناختن همین آدمش، نه به خاطر اینکه از توحید بگریزد، نه به خاطر رد تکفیر، نه به خاطر رد کفر به طاغوت، این انسان کفر به طاغوت تکفیر همش را قبول بکند. در این حالت ما چی میگیم؟ این انسان البته یا که فتوا بدهد به سبب مصلحه، به خاطر اینکه بگوید دستور یعنی به پارلمان داخل شدن با که ندارد، به سبب شبهه، به سبب جهل، به سبب تعویل، یا به سبب مصلحه و غیر ذلک، به سبب شبهه، در این حالت ما این انسان را تکفیر نمی کنیم، بلکه میگیم که این انسان خطا کرده است، باید توبه بکند و در خطر عظیم است، اما تکفیر کرده نمی شود. چرا؟ وذلك لوجود الكفر بالطاغوت عند هذا المتوقف العاذر. چرا که این انسان کفر بالطاغوت را دارد، اصلش را دارد، اما در یک مسئله کمتر شده است، کمی خطا کرده است. حتی گفته نمی شود که این انسان به شکننده اسلام واقع شده است، الله و رسولش را دروغ شمرده است، کفر بر طاغوت را بجا نآورده است، یا که این انسان را مرجئه هم گفته نمی شود. این حالت سوم است. اما در حالت دوم گفته می شود که به شکننده اسلام واقع شد، الله و رسولش را دروغ شمارید،
کفر بر طغرا رو به جا نآورد، اسلامش حقیقی نیست، در حالت یکم و دوم گفته میشد. اما در حالت سوم به سبب مصلحه، به سبب یگان تعویل یا شبهه در یک انسان، فقط در حکم یک انسان اگر کفر رو انجام ندهد، یعنی تکفیر نکند، ما انسان رو چی؟ اعوذ بالله من ذلك تکفیر کردن، یا که این انسان رو مکذب لله و رسوله، یا که کفر بر طغرا رو انجام نداده است گفته نمیتوانیم، و این سخن علما است. و هر کسی که بگوید که انا من انسان، یعنی همین انسانی که یک انسان رو فقط نگفت به سبب شبهه، به سبب تعویل، این مرجع است، بگفت یا کفر بر طغرا انجام نداد یا خودش کافر شد، گفت داند که خطا کرده است و در حق این انسان ظلم کرده است. چخیلی که سلیمان بن سحمان در کتاب کشف الاحام میگن ثم لو قدر ان احدا من العلماء توقف عن القول بكفر واحد من هؤلاء الجهال المقلدين لعباد القبور امكن ان نعتذر عنه لانه مخطئا معذور، واما تكفيره عن المخطئ الغالط فهو من الكذب والالزام الباطل، فانه لم يكفر احدا من العلماء احد اذا توقف في كفر احد بسبب من الاسباب التي يعذر بها العالم اذا اخطا. سبحان الله. ببینید شیخ سلیمان بن سحمان یکی از علمای بزرگ اهل سنت و جماعت در کتاب کشف الاحمام میگن، مثلا میگن اگر تصور بکنیم که یکی از علما، یک نفر از این جاهل ها و مقلد ها و قبر پرست ها را تکفیر نکرد، مثلا فرض نماییم که این یکی از علما، پس این عالم را ما حکم به کفر نمیدیم. یعنی شیخ سلیمان سحمان میخوان بگن که اگر یک عالم، فرض کنیم که یکی از مشرکین را، یکی از مقلدین مشرکین و عباد القبور را به سبب شبهه یا از حالت این انسان بیخبر شده تکفیر نکرده باشد، ما در این حالت این عالم را حکم به تکفیر یا که این عالم را یگان سخنی بدی دیگر نمیگیم، بلکه به این عالم عذر میدهیم، چرا که این عالم خطا کرد و معذور است. اما تکفیر کردن این عالم، یعنی این عالمی که خطا کرده است و غلط کرده است، این دروغ است و الزام باطل است و خطای بزرگی هست و غلو کردن است. یگان نفر از علمای دیگری را تکفیر نکردند، اگر علمای اهل سنت و الجماعت باشند در همین مسئله. پس معنای سخن شیخ همین است که اگر یگان نفر از علما، یگان نفر از مشرکین معین را به ناگاه تکفیر نکنند، ما این علما را اعوذ بالله سخنی بد در حقشون نمیزنیم، تکفیر نمیکنیم، بلکه میگیم که این عالم خطا کردند. اما خطاگی را باید بگوییم که عالم خطا کردند، الله حفظشون بکند. بارک الله فیکم. پس اما هر کسی که همین چیز را جایز بداند، یعنی خطا کرده است. انا این بود عقیده اهل سنت و الجماعت در مسئله العاذر المشرک، گرچند که زیاد ثبت شد لیکن مجبور شدیم که کاملا ذکر بکنیم. اما هر کسی که از این قاعده ذکر شده اهل سنت و الجماعت تجاوز کرد، حد را گذشت، قول را به تکفیر تسلسل بود، زنجیربند تکفیر کردن، زنجیر به زنجیر، زنجیر به زنجیر تکفیر کرد. هر کسی که گفت که هر کسی که عاذر المشرک را تکفیر نکند کافر است، این را تکفیر نکرده با کافر است، وی را تکفیر نکند با کافر است، سلسله و تسلسل به وجود آمد. پس دانید که این تکفیر جاهلانه و این از مذهب غلات خوارج است. چخیلی که شیخ الملطی از مذهب معتزله و خوارج میگند زاد المعتزله بغداد على معتزله البصره ان الشك في الشك والشك في الشك الى الابد الى ما لا نهايه كلهم كفار. یعنی شک کننده بر شک کننده، شک کننده بر شک کننده، شک کننده بر شک کننده تا ابد که این آخر ندارد، همه اش کفار است. و سبیل همه این شک کننده ها اول حکمش کفر است که البته عقیده خوارج است. بارک الله فیکم. پس عقیده اهل سنت و الجماعت چی است؟ چخیلی که شیخ ملطی میگند شک کننده اول در حق کافر و مشرک این کافر است،
اما شک کننده دوم در حق اول، دوم نفر در حق اول، این کافر نیست بلکه فاسق است. چرا که شک کننده دوم در حق کفر و شرک شک نکرد، در حق یک انسان مسلمان شک کرد که شک در حق مشرک کرده بود. بارک الله فیکم. این سخن در کتاب التنبیه صفحه 54 ذکر است. البته فهمیدن این مسائل مشکل است، اما کوشش بکنید و حرکت بکنید که حقیقت این مسئله رو بفهمید. بارک الله فیکم. حیاکم الله و بیاکم.